دوست داری برای یک بارم که شده زیر دریا کنار ماهی‌ها بخوابی یا اینکه وقتی چشماتو باز میکنی کوههای آلپ رو ببینی؟ اینایی که گفتم امکانات کوچیک گرونترین هتل‌های لوکسیه که تو لیست امروز برات آماده کردم. حتما تا آخر ویدیو همراه هم باش. هتل شماره 5 هتل مارتینز هستش که در فرانسه واقع شده. یکی دیگه از لوکس ترین هتل های جهان هتل مارتینز و پنت هاوس اونه. برای اقامت در سویت پنت هاوس این هتل باید شبی $53,000 هزینه بکنید. این سویت در آخرین طبقه این هتل واقع شده. تراس چوبی و ویوی بی‌نظیر اون به اقیانوس از ویژگی‌هایی هستن که این هتل و سویت اون رو به یکی از بهترین های این فهرستمون تبدیل کردن. در این سویت 4 اتاق خواب، 1 اتاق نشیمن و 1 اتاق غذاخوری، سرویس های بهداشتی مرمری، حمام ترکی و جکوزی خصوصی وجود داره. اگر از عاشقان هنر باشید، اقامت در این هتل براتون بسیار لذت بخشه، چرا که آثاری از پیکاسو در این هتل وجود داره. هتل 5 ستاره مارتینز همچنین پرطرفدارترین هتل برای برگزاری مهمونی‌ها، کنفرانس‌ها و برگزاری مجالس عروسیه. این هتل با منظره شگفت‌انگیزی از دریای مدیترانه و 409 اتاق لاکچری باید از گرون قیمت‌ترین هتل‌های دنیا هم باشه. زوجهای جوان زیادی علاقه‌مندن تا در این طبیعت منحصر به فرد مراسم عروسی خودشون رو برپا کنن و از مهمانان خود در اتاقا و سویت‌های لوکس این هتل پذیرایی کنن. بعضی از افراد مشهوری که به این هتل سفر کردن جانی دپ، مایکل جکسون، براد پیت، لئوناردو دیکاپریو، سلمان خان و نیکول کیدمن هستند. هتل شماره 4 هتل مارک هستش که در نیویورک آمریکا واقع شده. حالا ما فهرست گرون قیمت ترین هتل های جهان رو با هتل مارک ادامه میدیم که پنت هاوس این هتل نزدیک به 1000 متر مساحت داره. این پنت هاوس در 2 طبقه آخر هتل مارک قرار داره و 5 اتاق خواب، 6 سرویس بهداشتی، 4 شومینه، 2 بار، 2 اتاق آرایش و 1 سالن نشیمن بزرگ داره. اما شاید یکی از بهترین ویژگی‌های این پنت هاوس در هتل مارک از لوکس ترین هتل‌های دنیا تراس 25 متری اون باشه و به جرئت میتونیم بگیم که اقامت در این هتل تجربه خوبی رو برای عاشقان نیویورک به ارمغان میاره. افراد مشهوری که در این هتل اقامت داشتن باراک اوباما، جورج کلونی، آنجلینا جولی، جنیفر لوپز، ویکتوریا بکهام، مارک زاکربرگ و ویل اسمیت هستن. دوست عزیزم به نظرم الان وقتشه لایک منو بدی بیاد. هتل شماره 3 هتل پرزیدنت ویلسون رویال هستش. این هتل 3مین هتل با لقب گران قیمت ترین هتل های جهان هستش. این هتل که یکی از گرون ترین هتل های مجلل دنیا محسوب میشه در مجاورت ساختمان سازمان ملل جنب دریاچه ژنو قرار داره. گردشگران زیادی همه ساله برای اقامت در این هتل لاکچری و تجربه تماشای مناظر شگفت‌انگیز اون با نمایی از کوههای آلپ به سوئیس سفر میکنند. امکانات رفاهی این هتل خیلی هیجان انگیزه که بعضی از مهمانان عنوان کردن نیازی نیست برای تفریح یا گردش از هتل بیرون برید. همچنین وجود لوکس‌ترین رستوران‌های شهر در نزدیکی هتل اون رو به یکی از گرونترین هتل‌های جهان تبدیل کرده که هزینه اقامت در این هتل شبی $80,000 تخمین زده میشه. همچنین بعضی از افراد مشهوری که به این هتل سفر کردن میتونیم به محمد رضا پهلوی، ریچارد نیکسون، مایکل جکسون، ولادیمیر پوتین، نلسون ماندلا و راجر فدرر اشاره بکنیم. هتل شماره 2 هتل پالمز لاس وگاس هستش. هر دو صحبت از گرونترین ها در جهان میاد، یک نامی از لاس وگاس تو اون فهرست میدرخشه. این هتل چندین سویت لوکس داره که هر کدوم زمین بسکتبال، سالن بولینگ، استخر، تخت خواب‌های چرخشی و سقف‌های آینه‌ای دارن که سویت این پسی اون شبی $100,000 هزینه داره. این سویت که به تازگی بازسازی شده امکانات مختلفی مثل اتاق خواب‌های مستر، میزهای ماساژ، جکوزی و اتاق نمک داره. همچنین افرادی که در این سویت اقامت داشته باشن
از یک تور خصوصی برای بازدید از کلکسیون‌های هنری این مجموعه بهره مند میشن. برخی از افراد معروفی که به این هتل در لاس وگاس رفتن میتونیم کیم کارداشیان، ریهانا و جنیفر لوپز رو اشاره بکنیم. هتل شماره 1 که واقعا از همشون یه سر و گردن بالاتره، هتل زیردریایی لاورز دیپ هستش که گرون قیمت ترین هتل جهانه. این هتل در سنت لوئیس واقع شده. هتل زیردریایی لاورز دیپ رو بدون شک باید یکی از گرونترین هتل‌های جهان بدونیم. این هتل همانطور که از اسمش پیداست مثل یک زیردریایی ساخته شده. شما با اقامت در این هتل لاکچری در دل اقیانوس ساکن میشید. منظره اتاق شما تماماً آبهای اقیانوس بوده که نشون میده شما در عمق قابل توجهی از اقیانوس اقامت دارید. زوجهای جوان هتل زیردریایی لاورز دیپ رو برای گذراندن دوره ماه‌عسل خودشون انتخاب میکنن. این هتل زیردریایی شما رو به هر بخشی از دل اقیانوس که بخواید میبره. طبق آمار و ارقام به دست اومده این هتل از محبوبیت بسیاری بین افراد مخصوصا زوجهای جوان برخورداره. این هتل که در یک زیردریایی قرار گرفته در 2 مکان لنگر میندازه. یکی در نزدیکی صخره مرجانی و دیگری در نزدیکی کشتی غرق شده در دریای سرخ. ناگفته نمونه که هزینه اقامت یک شب در این هتل $150,000. حالا به نظر تو این هتل‌ها اصلا ارزششو دارن که بخوایم اون همه پول بدیم برای یک شب اقامت تو اونا؟ نظرت هر چی که هست توی کامنت ها برام بنویس. اگر هنوز سابسکرایب نکردی حتما الان این کارو بکن و زنگوله رو هم فعال کن که ویدیوهای جذابتری تو راهه.